دو دوزخی را پروردگار عالمیان میگه برین از داخل دوزخ بیرونشان بکنین بیاورین به حضوری من. دوزخیان را بیرون میکنن، روحایشان سیاه است، با آتش دوزخ سوختند، هزاران سال به عذاب جهنم گرفتار شدند. اونها را بیرون میکنه، میاد به حضور پروردگار. پروردگار عالمیان میگه که ای بنده های من، در دوزخ سوختیم، بره ها سوختیم، آیا به شما من ظلم کردم؟ میگن نه خیر، عمل دنیای ما بود، گناه ما بود، بدبختی ما بود، عصیان ما بود، نافرمانی ما بود که به عمل خود به جهنم تو سوختیم. پروردگارا میگه درست است، وقتی که من ظالم نباشم، من عادل باشم، خودتان اقرار کرده اید، برید خیلی پس دوباره به طرف دوزخ. یکی از او دو نفر دوان تیز میروه، میگه نشه که غضب پروردگار بر بالای من جوش بکنه که عذاب ما سخت‌تر شد، زودتر به طرف دوزخ برم. یکی دیگرش پایش کشکش کرده به طرف دوزخ میروه، یکیش پایش کشکش کرده به طرف دوزخ میروه، پشتش هم یک کم کم نگاه میکنه، پشتش هم یک کم کم نگاه میکنه. ملائکه ها را میگه پروردگار، میگه او بنده ایمه که پایش کشکش کرده میره و پشت سر خود را نگاه میکنه، یک بار پرسانش بکنه که چی میگه. به حضور پروردگار می آورن، میگه ای بنده ایمه چرا پای خود را کشکش کرده به طرف دوزخ میروی؟ میگه گفتم پروردگارا، امیدی که من از رحمت تو داشتم، امیدی که من از رحمت تو داشتم، گفتم که شاید یک بار از این قهر غضبت من را دور کنی، بار دیگر در دوزخت من را روان نکنی. میگه به امیدی که بنده من از رحمت ما دارد، هر دوی عزیر از دوزخ نجاتشان بدین، به طرف جنت من روانشان بکنین.